این کوبیده به هیچ وجه نمیریزه و نیازی به منقلم نداره. فقط یکی دو تا نکته داره تا یک کباب نرم و آبدار و خوشمزه داشته باشیم. اولیش اینه که گوشتمون ترکیبی از 70% سردست گوساله و 30% قلوه‌گاه گوسفندیه که با نمک و فلفل و پودر زعفرون و پیاز آب گرفته انقدر ورز میدیم تا چربیش در بیاد و 2 ساعت هم توی یخچال میذاریم. برای کنارش هم یه برنج خوش عطر و طعم و با کیفیت می‌خوایم که ما از برنجستون تارم محلیشون رو گرفتیم. این برنج از شالیزارای فریدون کنار و گواهی سیب سلامت هم داره. تضمین کیفیت دارن و ارسالشون هم رایگانه. ضمانت پس گرفتن برنج تا 5 روز هم دارن. بعد از اینکه برنجمون 5-6 دقیقه جوشید آبکش میکنیم، تدیگمون رو میذاریم، یه کوچولو آب داغ میریزیم تا زودتر توش بخار بپیچه و دمش میکنیم. حالا میریم سراغ درست کردن کبابامون. به اندازه یه نارنگی از گوشتمون برمیداریم و ورز بدیم. تو دستمون بهش یکم شکل میدیم و به سیخ میکشیم. به این صورت بازش میکنیم تا همه جای سیخ به یک اندازه گوشت داشته باشه. فقط هم یه طرفش رو با انگشت شست و اشاره خط میندازیم تا شکل کباب کوبیده بشه. بعدم تو تاوه کاملا داغ با شعله زیاد سرخش میکنیم. مخلوط کره و زعفرون هم روش میمالیم که خیلی خوشمزه ترش میکنه. فقط اینجا یه نکته داره، اونم اینه که کبابمون وقتی یه طرفش کامل پخت و خودش رو گرفت برمیگردونیم تا طرف دیگه‌اش بپزه. یعنی فقط کباب رو یه بار میچرخونیم تا ترک نخوره. برای هر طرف هم 2-3 دقیقه کافیه، بیشتر نذارید بمونه که خشک میشه. گوجه و فلفلش هم میذاریم و آماده است. برنجمون هم دم کشیده. مخلوط روغن و کره داغ و روش میریزیم. بعد از اینکه یه پوش دادیم تو ظرف سرومون میکشیم. به به، اینم یه تدیگ جذاب و خوشمزه. کبابامونم از سیخ میکشیم و رو برنج میذاریم و مطمئن باشید اگه 1-2 تا نکته ریز رو رعایت کنید حتما کبابتون همینقدر نرم و آبدار میشه. اینم از چلو کوبیده فوق‌العاده خوشمزه‌مون که با برنج خوش عطر و طعم و با کیفیت برنجستون درست کردیم. اگر از طرف پیج ما ثبت سفارش کنید و فالوشون داشته باشید 1 کیلو برنج دودی کنار سفارشتون هدیه میگیرید. ارسالشون هم رایگانه.